برای سفر هر فردی دلیل خاص خودشو داره، ولی یکی از بزرگترین گروه‌های مسافران و گردشگران تشکیل میدن. بین این دسته از مسافران همیشه کشور فرانسه یکی از مهمترین مقصدها بوده. این کشور در غرب اروپا قرار داره. فرانسه همواره در تاریخ فرهنگ، علم، هنر و اندیشه نقش مهمی را ایفا کرده و همین موضوع دلیل وجود یادگاری‌های فراوانی تو این سرزمین شده. از این موارد که بگذریم، وجود سواحل ارتفاعات مختلف تو این کشور طبیعت اونو غنی کرده و برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی بازدید از فرانسه فرصت خیلی بزرگی محسوب میشه. بریم با هم چند تا از جاهای دیدنی و جذاب کشور فرانسه رو با هم ببینیم. برج ایفل. برج ایفل یکی از چشم نوازترین و رمانتیک ترین مکانهای دیدنی جهانه که در مرکز شهر پاریس قرار داره. زیبایی و ریشه فرهنگی این برج ستودنیه و اولین و مهمترین مکانی محسوب میشه که در سفرتون به پاریس باید از اون دیدن کنید. معماری بی‌نظیر این برج که در میدان شان دو مارس قرار داره جزو عجایب هفتگانه جهان محسوب میشه. سالانه تعداد بیشماری از گردشگران برای دیدن زیبایی این برج به فرانسه میان. قدمت این برج به سال 1889 برمیگرده، جایی که ریشه اصلی این بنا شما را شگفت زده خواهد کرد. این برج در ابتدا برای نمایشگاه جهانی ساخته شده بود، اما امروزه به عنوان نماد اصلی کشور فرانسه از اون یاد میشه. همین که از طبقات مختلف این برج دیدن میکنید، کافتریاها، رستورانها و سوغاتی فروشیها شما را تحت تاثیر خودشون قرار میدن. تنها یک بار که بر فراز برج ایفل نمای 360 درجه از زیبایی شهر رو به چشم ببینید، تصویر متحیر کننده‌ای در ذهنتون برای همیشه حک خواهد شد که ثابت کننده تاثیرگذار بودن برج ایفل در جذب گردشگران شهر پاریسه. موزه لوور. موزه لوور که به اسم لوور بزرگ نیز شناخته میشه، موزه ملی فرانسه است که در سمت راست قلعه قرن دومی فیلیپ آگوستوس قرار داره. این موزه پربازدیدترین موزه جهانه که در اون میتونید از تاریخ تمدن‌های باستانی تا قرن 19 رو مشاهده کنید. این کاخ و موزه که به سبک باروک ساخته شده در کنار رود سن قرار داره و نه تنها فرانسه بلکه از بزرگترین جاذبه‌های توریستی اروپا محسوب میشه. لوور شامل مجموعه‌های مختلف عتیقه‌های مصری، مجسمه‌های رومی و یونانی، تاج‌های جواهرات، نقاشی‌های قدیمی حاصل دست استادان و صنایع دستی قدیمی فرانسه. خدمت این مجموعه از قرن 6 قبل مسیحیت تا قرن 19 میلادی ادامه داره و حدوداً بیشتر از 35,000 قطعه مختلف تو این موزه برای بازدید قرار گرفته. بهترین زمان برای بازدید از موزه لوور چهارشنبه‌ها و جمعه هاست. در این 2 روز موزه تا نزدیک به 10 شب بازه و از بقیه روزهای هفته خلوت‌تره و به همین دلیل میتونید کل روز رو تو این موزه پرسه بزنید و تا جایی که میتونید از آثار متعلق به این موزه دیدن کنید. کلیسای نوتردام. شهرت کلیسای نوتردام به خاطر مکان زیبای آن و جو بی‌نظیرشه. تا قرنها این کلیسا که 70 متر ارتفاع داره به عنوان بلندترین و مهمترین بنای کشور فرانسه شناخته میشد. بازدید کنندگان زیادی سالانه در ستایش این بنا که دارای معماری سبک گوتیک دیدن میکنند. این کلیسا در سال 1136 ساخته شد و در حدود 200 سال با زحمات تعداد کثیری معمار تراشکار و نجار ساختن اون به طول انجامید. پنجره‌های زیبا و رنگی که باعث پخش نور در سراسر کلیسا میشن، شمع‌ها در شب و برج‌های 2 قلو از جاذبه‌های این کلیسا هستند. تا به امروز کلیسای نوتردام به عنوان یکی از مهمترین بناهای تاریخی فرانسه شناخته میشد. کاخ ورسای. کاخ ورسای یه مجموعه مجلله که محل سابق اقامت پادشاهی فرانسه در خارج از شهر پاریس محسوب میشه. کاخ ورسای در فاصله 10 کیلومتری مرکز شهر پاریس واقع شده و این ساختار ارتباط عمیقی با تاریخ سیاسی پاریس داره و نشون دهنده عصر ظهور فرانسه به عنوان مرکز قدرت و مد در جهانه.
ارتباط این شهر با انقلاب بزرگ فرانسه نیز پیوند خورده و از آزادترین شهرهای جهان در تاریخ شناخته میشه. این کاخ در روزهای ابتداییش به عنوان اقامتگاه شکار برای خانواده پادشاهی و محل اقامت شبانگاهی اونها در هر زمان که نمیتونستن به پاریس برگردن محسوب میشده. کاخ ورسای با استفاده از 357 آینه خریداری شده از ونیز، باغ گیاهان و کلیسای سلطنتیش بازدید کنندگان رو به وجد میاره. دیزنیلند دنیاییه که در اون جادو، شگفتی و افسونگری ترکیب میشه تا سرزمین جذابی برای کودکان و بزرگسالان باشه. شما در این مکان میتونید قهرمانان دوران کودکیتون رو ملاقات کنید و مشغول سرگرم شدن با افسانه ها و داستان ها بشید. این سرزمین عجایب در 4800 هکتار گسترده شده که همواره با هیجان و سرگرمی همراهه. تفریحات بیشمار، تجربه خرید، رستوران‌های خاص و استراحتگاه‌های متعدد این مکان رو به یکی از پربازدیدترین پارک‌های جهان تبدیل کرده. پارک دیزنیلند و استودیوی فیلمسازی والت دیزنی دو جاذبه اصلی این مکان به شمار میرن. طاق پیروزی که اسم کامل اون طاق پیروزی ستارگانه، محبوب ترین بنای تاریخی و یکی از بهترین جاهای دیدنی فرانسه است که نیاز به معرفی زیادی نداره. طاق پیروزی در سال 1806 توسط ژان چارل گرینز بسیار قبلتر از برج ایفل بنا شد. این بنای تاریخی به افتخار همه سربازان فرانسوی که در جنگ ناپلئون و انقلاب بزرگ فرانسه جونشون رو فدا کردن ساخته شده. در این بنای باشکوه که معماری شگفت‌انگیزی هم داره، نام همه ژنرال‌های فرانسوی و پیروزی‌ها، نقل قول‌ها، پیام‌های الهام بخش وطن دوستانه در قسمت‌های داخلی و خارجی اون دیده میشه و در زیر اون مقبره سربازان گمنام از جنگ جهانی اول قرار داره. طراحی و ساخت طاق پیروزی از طاق تیتوس در روم الهام گرفته شده و ارتفاع 50 متری، عمق 22 متری و عرض 45 متری اونو به یکی از نمادی ترین و برجسته ترین بناهای فرانسه تبدیل کرده. طاق پیروزی تا زمان ساخت بنای یادبود انقلاب در مکزیک بلندترین طاق جهان محسوب میشد. مونمارتر به همراه خیابان‌های سنگ فرش شده، کلیساهای زیبا و هنرمندان خیابانی شناخته میشه. مونمارتر در بالای تپه‌ای در منطقه 18 قرار داره و از مشهورترین مناطق پاریسه. این مکان با حال و هوای سنتی خود از قرن 19 و 20 تکامل یافته و هنرمندان بسیاری رو به خودش جلب کرده و در داستان‌های مختلفی فرهنگ اون به تصویر کشیده شده. میدان کنکورد. اگه به پاریس سفر کردید و از این میدان بازدید نکردید سفرتون ناقصه. میدان کنکورد یکی از پربازدیدترین میدانهای پاریس و جاهای دیدنی فرانسه است که اطراف اون و سراسر مکانهای دیدنی فرا گرفته. خیابان شانزلیزه در قسمت غربی این میدان و طاق پیروزی در جنوب اون قرار داره. کشور فرانسه جاهای دیدنی و جذاب خیلی زیادی داره که اگه به فرانسه سفر کردید میتونید از همه این مناطق زیبا دیدن کنید. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید و اونو به دوستانتون معرفی کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.